دوزخ جای هست که از عذابش نه نجات میابی نه در عذابش هلاک میشوی. نه از عذاب نجات یافتن است، نه در عذاب وفات کردن است، هلاک نیست. چگونه که سوره اعلا پاره 30 از قرآن میگوید ثم لا یموت فیها ولا یحیا. در دوزخ مردن نیست، در دوزخ از عذاب پروردگار خلاص شدن نیست. لا تبقی ولا تذر. الله بیان میکنه دوزخ جای هست که گوشت و استخوان تو را نابود میکنه. لا تبقی ولا تذر لواحت للبشر. الله میگه دوزخ جای هست که رنگهای شما را تغییر میدهد، رنگهای شما را به رنگ سیاه مبدل میکنه.